زمانی پیوستشوی کاملی شبکه‌های برقی تاجیکستان به نظام یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی باز به تأخیر افتاد. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای دوست نسبت به روسیه شامل شد. در خوجند در بالای دریای سیر پل نو ساخته می شود. در پاکستان بر اثر ترکش مسجد 59 نفر به هلاکت رسیده 157 تن دیگر زخمی شدند. میبایست در اوایل سال 2023 شبکه‌های برق تاجیکستان به نظام یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی پیوست میشد، اما باز به تأخیر افتاد. اکنون مسئولین میگویند که خطهای اساسی انتقال برق تاجیکستان تا آخر سال 2023 به نظام یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی پیوست میشوند. به گفته وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه، لایحه پیوستشوی به حلقه انرژتیکی مرحله به مرحله عملی می شود. به نقشه گرفته شده است که خطهای 500 و 220 کیلوواتی تا ماه اپریل، یعنی تا موسم صادرات نیروی برق از تاجیکستان پیوست کرده شوند. دلیر جمعه در نشست مطبوعاتی وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان گفت که شاید تا آخر سال نیز این طرح کاملا تطبیق نگردد و افزود برای وصل کردن خط باقی مانده در شمال کشور در ولایت سوخت وقتی علاوگی لازم است. این در حالی است که مسئولین انرژتیکی تاجیکستان قبلا می گفتند که احتمال تا آخر سال 2022 و اول سال 2023 جمهوری پور به نظام انرژتیکی آسیای مرکزی پیوست می شود. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای دوست نسبت به روسیه شامل شد. انستیتوت ملی تحقیقاتی رشد علاقه که هر سال علاقه کشورهای پساشوروی را انجام می‌دهد، به گروه رژیم‌های دوست روسیه 8 کشور از جمله تاجیکستان را شامل کرده است. طبق گزارش انستیتوت ملی تحقیقاتی رشد علاقه، به گروه کشورهایی که با روسیه دوست نیستند 4 کشور لاتویه، لیتوا، استونیا و اوکراین شامل شده اند. بلاروسیه دوستی بهترین روسیه دانسته شده است. نظام‌های ارتباطی شرایط و قاعده‌هایی می‌باشند که در کشور برای علاقه داخلی و خارجی فراهم آورده شده اند. دوستان روسیه از روی 10 گروه علاقه و 68 نشان دهنده بهاگذاری کرده شده اند. در خوجند پل نو در بالای رودخانه سردریا بنیاد می شود. حالا لایحه پل نو تهیه کرده می شود. برای جلب منبع‌های مبلغ گذاری کار ادامه دارد. در این باره رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده در نشست خبری معلومات داد. به گفته رئیس شهر، پل پنجم بالای دریای سیر در خوجند میکرورایون 12 شهر را با محله به نام خار رحمت قربانوف می پیوندد. باید گفت که در آخر ماه اکتبر سال 2022 در شهر بازسازی پل اساسی در خیابان سامانی انجام یافت. پل ماشین‌گذر که درازش 250 متر و برش 11.6 متر است، بیش از 60 سال باز فعالیت داشته سالهای زیاد به تعمیر نیاز داشت. دیروز 30 ینور بر اثر ترکش مسجد شهر پشاور در شمال شرق پاکستان 59 نفر به هلاکت رسیده 157 تن دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 27 نفر افسران پلیس نیز بودند. طور روزنامه داون نوشت چندین نفر زیر خرابه ها مانده اند. یک مقام بلندپایه بر روزنامه گفته است در بیمارستان های تمام شهر وضعیت اضطراری اعلان شده است. بر اساس روی خطی که بیمارستان پیشنهاد کرده است، در این ترکش امام خطیب مسجد صاحبزاده نورالامین نیز به هلاکت رسیده است. زمان ترکش در بینای مسجد قریب 400 کس بوده اند. به گفته مقامات انتظامی ترکش را یک مرگ طلب انجام داده است. تالار اساسی مسجد که میتوانست از 250 تا 300 نفر را در بر گیرد فرو ریخته، اما به باقی مانده بنا ضرر جدی نرسیده است. مسئولیت ترکش را طوری که نشریه اشاره کرده است سازمان رادیکالی تحریک طالبان جنبش طالبان پاکستان بر عهده گرفته است.